بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. حدیث متفق علیه است. ابو هریره رضی الله عنه میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفتند رسول بزرگوار صلی الله علیه و سلم: کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمه است که بر زبان سبوک است و آسان است. ثقیلتان فی المیزان، آن دو کلمه وزنین است در ترازوی اعمال در روز قیامت و سنگین است و ثواب زیاد دارد. حبیبتان الی الرحمن، و آن دو کلمه نزد خداوند خیلی محبوب است که الله آن دو کلمه را دوست می دارد. آن دو کلمه این هست: یکم سبحان الله و بحمده، و کلمه دوم سبحان الله العظیم.